سلام بینندگان گرامی، خبری خوشکننده دارم. یاد دارین چند سال پیش یک فیلم بود و در او دو نفر نقش روشن و جمشید را بازی میکردند. انا گوش کنین. روشنش همون نفری بود که همیشه تاجیکا را مسخره میکرد و در نقش تاجیکا بازی میکرد، گویا که تاجیکی گپ میزد. با مسخره بازی هاش و با تهمت زدنی هاش و با مسخره کردن زبانی تاجیکا و با مسخره کردن این ملت پول کار میکرد. هر یک نفر بیاد داری. با این پولای حرام اون خانه خرید و پولدار شد و خانه خود میفروشه و میخواه که برای این پولا را در بانک بگذاره. این کار نشده است. وقتی که در راه میروه، راهزنها با چنان زدنش میکنن حیوانه که پلاش میگیرن و خودش پرتافته در کوچه. مقصد گپ که بامج میشوه، بیخانه میشوه، بدبخت میشوه. همه شما میدونید که خداوند دشمنان این ملت، دشمنای خارجی و داخلیش در هر کجایی که نباشه میزنه و این نفر از بگیم که از پادشاه با غلام میشوه. حاضر با یک زور زندگی خچه با برده شده است. مقصد این گپای ما همی است که برادرای از گرامی، دعاهای شما قبول شید. تا امروز این احمق ها نام این ملت سیاه کردن. تا امروز ملت ما را به همین نام فریاد میزنن و مسخره میکنن. دشمنای خارجی و داخلی این ملت باید بدانند هر کجایی که نباشید خدای تاجیکا شما را به خب میکنه. هر کجایی که نباشید خدای تاجیکا شما را میگیرد، زمین میزنه تو. اما ای تاجیک عزیز، تو همیشه باید ملت خود، زبان خود حفظ بکنی. این چیز را باید بدانی که دشمنان این ملت با این مسخره بازی هاشون میخواهند که تو ای تاجیک از ملتت بشرمی، اما تو نشرم. تو بهترین ملتی. تو کوشش کن، تو برای اون نشان بده، تو برای اون نشان بده که تو اون طور نیستی. تو کوشش کن دوستی عزیزم. این خبر مرا خیلی خوشحال کرد و دعاهای این مردم قبول شد. دعاهای هر یک تاجیکی که در کوچه مسخرش کردن، هر یک تاجیکی که در کوچه روشن گفته فریاد زدن، دعاهای او بیچاره، نمازهای تهجدی که این خواند قبول شدن. همیشه دعا کنین بر ضد دشمنای این ملت، چه خارجی باشن چه داخلی باشن. دعا کنین. دعای شما را خداوند قبول میکنه. من باوری دارم و مبارزه بر ضد تاجیک ستیزان ببرین. این نفرایی که مردم را میخواهند تاجیک بدبین بکنن، این نفرایی که میخواهند ملت ما را بد بکنن و در پیش دیگران ما را بد نشان بدهند، روز یا با دست تاجیکان از بین خواهند رفت یا با دست خدا. خدا حافظ دوستان عزیز.